ایرلینگ فولکفورد روشهلاتناس و نویسر به ناودنگ نرویجی و جیهانی و اندام پارلمان بری ولاتی و دامزرینر گروپ دوستن کرد و اوروپی دبیجد. کرد لی دور خودان پیگه که به هزو دیارن و ده کارتکرین سر هفکش دور هبید و ده دماهیک به دکتاتوریت لی روشهلات ناوینجی هد. ده دیداره که دیگر مالپر پیوکی میدیا راد گهینیت روش بروش پشتوانی لی برخودانا کردن ترکیا زیده تر دبیتو دیر نینه ورچرخانه که دیروکی لی ولاتی ری بداد لی اگر کرد ناف مالا خورک نه اخنوی کلویس نبن رنگه کارتکرین لی پاشارو جوان بهتا کرن. درباره رول کردان ده شر تیرور دا فولکفورد بیجید جبلی انجیلا میرکل شیرتکار آلمانیا کو بری نها گوتو بو جبلی یپک و یپجو پیشمرگه که هزین سربازین کردان چه کسو عالی نشید تیرور جناب بد. لی مخابن پتریا ولات جهانی لی آست پیتوی هفکاری و دستخوشی لی خدمت کردان نکری و جدایی ده نبرا روش آوا باشور کردستان جدا کرینه. او نویسر بحث هفکاری ترکیه باره خراب تیروریستی داعش دکت و دبیجید نکو از بلکو سکرتری گشتی ناتو به توای اندام خوبه دیگل پارلمان اوروپا و سرکردن ولاتان باش دزانن و بلگیجی لبردستن که حکومت انقره به هفکاری قطر و سعودی پشتوانی دارای لداعش دکد و پیتوی سربازی جی بو دابین دکن. درباره دست سرکردن هفسروک و اندامن هتب و چالاکوان مدنی سیاسی و روزنامه‌وانان لی ترکیه او روشهلات ناصرات گینید. گرتنا صلاح الدین دمیرتاش و فیگن یکسرداخ هفسروکن هتب و هجمارک پارلمانتار نوی حزب جلای هیزن امنی و او ولات اقستی ده قناغ که مترسی دار دو و چندی جی پشتوان بو برخودان کردین ولاتی زیده کریا. لوران دیرنین ورچرخانه که دیروکی لوی ولاتی پیدا بید اگر هاتو رجب طیب اردوغان سر و کمار ترکیه لسر و سیاست خویشاش بردوان بید ده دماهی اوی توشی شکست نکامازن بیتن چونکی او هیزنوی لی عراق و سوریا بنجه کرین ده کارودان انخراب لی پیدا بنو لی داهاتی ده اردوغان با جوان پینگاوین خوین سنور بزین داد وکو دیارجی ده بزاوان ده مایتی کنه ده سوریا دا بکت و پاشان رادستی گروپین تیروریستی بکت اوشی جبردو اگرانه. ایک بو جنابر نوی دیموکراسی و پیشکفتن آلی روش آوای کردستان هاتی روژوه. دو بویره که برپرسن آگ پارتی دوین آریشا و شکستنین خوی نافخوی وشیرن. ده بردامی دیداره ده دوست کردان تیش که ده خیطه سر پاشا روژا کردستان او ده بیجید. زیده باری وکه که بتن کردان مافه بریار لسر داهات خوبتن. لی پیش بینی سر کفتنین باش بوان دکم وکو دیار جی ها او ملت خودان پیگه که به هزن و هجمارکن ده هفکش نیف دولتی دا به تایبتی جی لی روشهلات ناوین. یا لسر دوستین کردان جی پیتوی دوی قناغه دا اوه که زانیارین زیدتر در باره کردن آشتی خواست بو جهان بلاف بکن و زیدتر وی ملتی بو خلکی بدنه نیاسین.